من میپرسم خودت به چه نیاز داشتی؟ من جانم به لبم رسیده بود. به یکی از دوستانش سپردم که چند روزی او را برای گلف بازی ببرد. او هم آمد و شوهرم را با خودش برد و 2 ساعت بعد احساس کردم که بیماریم عود کرده. او از این تجربه چه درسی گرفته است؟ ناتالی با تردید میگوید خب من باید یاد بگیرم چه زمانی دست از کمک رسانی بکشم. اما نمیتوانم. اگر کسی به کمک نیاز داشته باشد باید کمکش کنم. بدون توجه به اینکه چه اتفاقی برای خودت میافتد. بله، 5 سال گذشته و من هنوز یاد نگرفتم که خودم را بیش از حد برای کمک به دیگران خسته نکنم. بدنم مرتب به من نمیگوید و من همچنان ساز خودم را میزنم. متنی که خوندم بخش‌هایی از کتاب وقتی بدن نمیگوید، بهای استرس پنهان، نوشته گبون مته، ترجمه خانم فهیمه بختیاری، نشر میلکان، چاپ 12 هستش. بین مثال 1944 بحبوحه جنگ جهانی دوم، بوداپست پایتخت مجارستان. کودکی متولد میشه به اسم گبون مته. زمان تولدش پدرش در اردوگاه کار اجباری نازیه و همونجا پدر بزرگ و مادر بزرگش کشته میشن. مادرش برای محافظت از این بچه اون رو به یک زن غریبه میسپره که خودش معتقده که این اتفاق یعنی جدایی از مادرش تاثیرات جبران ناپذیری روی روح و روانش گذاشته و در آینده و در بزرگسالی بسیاری از الگوهای رفتاریش رو تشکیل داده و ریشه خیلی از اضطراب‌هاش هستش. وقتی که جنگ تموم میشه خانوادگی مهاجرت میکنن به کانادا تا اون اتفاقات رو پشت سر بذارن. گبون مته به دانشگاه میره و رشته ادبیات انگلیسی رو میخونه. یه مدتی هم معلمه ولی بعداً کنجکاویش درباره درک انسان و رنجهاش اون رو به دانشگاه برمیگردونه و این بار پزشک عمومی میشه و به طبابت میپردازه. از همون ابتدای طبابتش خط فکریش مقدار با همقشر خودش متفاوت بوده. اون در واقع میخواسته یک مقدار عمیق‌تر به مسئله درمان و تشخیص بیماری ها بپردازه. در واقع اینطور بگم که دلش میخواسته ورای اون تشخیص های سنتی که ما این علائم بیمار رو درمان میکنیم با مریضا شخصا آشنا بشه و بدون علت بروز این بیماری در ابتدا اصلا چی بوده و چه اتفاقهایی برای اون مریض افتاده. کتاب وقتی بدن نمیگوید درباره تاثیر سرکوب احساسات و استرس مزمن در بروز بیماری هاست. گبون مته معتقده که بین بدن و ذهن ما ارتباط انکارناپذیری وجود داره که خیلی وقتا جامعه پزشکی این ارتباط رو نادیده میگیره. ما در زندگیمون 2 نوع استرس رو تجربه میکنیم. یک نوع استرس حاد و ناگهانی، مثل از دست دادن عزیزان، مثل از دست دادن شغل، تغییر ناگهانی محیطی که توش زندگی میکنیم یعنی مهاجرت. ولی بعضی وقتا این استرس ها مزمن هستن، یعنی تو طولانی مدت روی ما تاثیر میذارن، مثل تروماهای حل نشده دوران کودکی، مثل سرکوب احساسات برای طولانی مدت، یا زمانی که ما یک مسئولیتی رو میپذیریم بدون اینکه ظرفیتش رو داشته باشیم یا اصلا انجامش ضروری باشه ولی صرفا ما از نگفتن ترس داریم. خب وقتی زبان و آگاهی ما نتونه از نیازهای ما حرف بزنه، اون موقع است که بدنمون دست به کار میشه و به جای ما نمیگه و ما یک دفعه میبینیم که یک سری بیماری در ما بروز پیدا کرده. بیماری های التهابی و خود ایمنی که معروف تریناش سرطان، MS و یک لیست بلند بالا از مریضی های هستن که خیلی از آدما رو از پا در آورده و کیفیت زندگی باقی رو تحت تاثیر قرار داده. این کتاب توضیح میده که چجوری مغز با ترشح هورمونا ارتباط ایجاد میکنه بین استرس خارجی و ایمنی داخلی بدن. کتاب 19 فصل داره و در هر فصل نویسنده اومده از مصاحبه هاش با مریض هاش گفته، از اینکه اونا چه زندگی داشتن، چه کودکی داشتن، با خانوادهشون مصاحبه کرده و یک سری داستان رو تعریف کرده. گاهی اومده از شخصیت های تاریخی و اجتماعی گفته و در خلال این داستان‌ها اومده یافته‌های خودش رو از ارتباط استرس و ایمنی بدن و در واقع ارتباط ذهن و بدن صحبت کرده. این کتاب برای من آموخته‌های زیادی داشت. مهمترینش شاید باعث شد که در بعضی جاها به خودشناسی بیشتری برسم. به نظرم این کتاب میتونه آینه‌ای باشه که در خیلی از موارد در خلال داستان‌ها شما خودتون رو توش ببینید و بهتر بشناسید.
در واقع تسلط بیشتری به ارتباط ذهنتون، محیطتون و بدنتون پیدا بکنید. اگر این کتاب رو دوست داشتید و براتون جالبه بدونید در ادامه از چه چیزهایی صحبت میکنه، این کتاب رو تهیه کنید و بخونید و بدونید که هیچ تجربه‌ای در دنیای صدا و تصویر نمیتونه جای خلاقیت و خیال پردازی رو بگیره که شما زمان کتاب خوندن تجربه میکنید. پس بر خودتون وقت بذارید و این تجربه رو از دست ندید.